حضرت ذوالنون مصری رحمه الله رو میگن هر موقع یک مطلب خوبی ارائه میداد، یه سخنرانی خوب میکرد، یه درس قشنگی میداد، یه تبلیغ خوب میکرد، یه نصیحت خوب میکرد، دوستان ازش تعریف میکردن جناب شیخ عجب صحبتی، عجب بیانی، عجب نکته‌ای. میخندید، از ته دل میخندید، قهقه نمیزد، میخندید، خوشحال میشد. کم کم تو ذهن شاگردا اومد ای بابا ذوالنون مصری اولیای خدا، ما ازش تعریف میکنیم اون ذوق میکنه، میخنده. یه روز یه شاگرد جسورتری بود و اهل دلتری بود، گفت شیخ استاد سوال دارم. گفت بله. گفت عجیبه، ما مثلا از بعضی از آدما تعریف میکنیم، میگم فلانی تو خیلی خوب هستی، میگه نه نه بابا من کجا خوبی کجا، من بدترینم. دیدی بعضی اینجوری میگه. یکی میگه آقا عجب سخنرانی، نه بابا من کجا سخنرانی کجا، من نه. آقا عجب واقعا جمالی خدا بده، نه بابا جمال کجاست، تو خیلی از من. دیدی بعضی استغفرالله است، برای تو داری میخندی، مثل خیلی خوشت میاد ها، باورت میشه که خیلی قشنگ حرف میزنی، خیلی خوشگلی. گفت نه، وقتی که شما داری از من تعریف میکنی من با خودم میگم که تو که چیزی نداری، آخه تو نطفه‌ای بودی گندیده و الان در شکم تو هم خدا میدونه چقدر نجاست هست. این که از تو داره تعریف میکنه از الله داره. وقتی تو داری از الله تعریف میکنی من خوشم، من از ته دل ذوق میکنم که این بنده رو ببینه از الله تعریف میکنه، از عظمت الله میگه، از جمال الله میگه، از کمال الله میگه، از مال الله میگه، از منال الله میگه، از قدرت الله، عزت الله، عظمت الله، شوکت الله، همه چیز الله است. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستن آنچه هستی تویی، هرچه خواهی از خدا خواه ای پسر، نیست در دست خلایق خویش. اینجاست که من ذوق میکنم، از ته دل میخندم. اینه که عزیزان گاهن اگر کسی از من و شما تعریف میکنه الکی نگو نه من خاک پای شما، دروغ چرا میگی؟ اگر همونجا بگه بله راست میگی، تو خاک پا که هیچی، کفش پای منم هستی، یه سیلی بخوری که نبینی از کدوم من میری، غیر از اینه ناراحت میشی. یعنی حالا من یک تعارفی کردم. نه، اگر کسی از ما تعریف میکنه واقعا اون لحظه الله رو شما خیلی قشنگه ها. یه نگاهی به طرف آسمان، یه لبخند ملی که تویی این داره منو میبینه. ما همه شیریم ولی شیر علم این پرچم رو داره میبینه. حمله من از باد باشد دم بدم، بادو نمیبینه، نورو میبینه، خورشیدو نمیبینه، رزقو میبینه، رزاقو نمیبینه، خلقو میبینه، خالقو